با عرض سلام و ادب شوکت محمد هستم. طول این چند دقیقه برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیم شما میکنم. سرخط خبرهای روز: تاجیکستان در بازداشت و محکوم کردن گروه های جنگجوی تندرو باید در جهان جای اول را اشغال کند، ولی از بخیلی جای صدم را هم نمیدهند. در اسفره مرزی تاجیکستان و قرقیزستان باز مشکل به وجود آمده است. ازبکستان به مهمترین بازیگر در جنگ صلح افغانستان تبدیل شده است. با وجود بازداشت صدها تروریست و هزارها افراطگر، هر سال در تاجیکستان به نظر می رسد آنها تمام شوی ندارند. تاجیکستان در بازداشت و محکوم کردن این دو گروه در جهان جای اول را اشغال می کند. در همین حال 99% آنها قبل از دست زدن به جنایت بازداشت می شوند. پلیس و امنیت تاجیکستان در این جهت موفق ترین در دنیاست، اما سازمان هایی که ردبندی خدمات مخصوص دنیا را انجام می دهند از بخیلی همیشگیشان تاجیکستان را حتی در تاپ 100 جای نمی دهند. طبق ردبندی 10 بهترین خدمات مخصوص در دنیا اینها بوده اند: KSIS کانادا، ASIS استرالیا، راوی هند، موساد اسرائیل، BND آلمان، DGC فرانسه، FSB روسیه، معیشش بریتانیا، CI ایالات متحده آمریکا، ICI پاکستان. موفقترین خدمات FSB امسال به پیشگیری 25 عملی تروریستی دستیاب شده است. در آخرین عملیات آن 2 تاجیک دستگیر شدند که طبق گفته FSB مقابلیت شدید نشان داده کشته شدند. از این تروریستان 1 تپانچه و 16 تیر پیدا شد. چگونه آنها با 1 تپانچه به گروه کلان تعلیم دیده FSB مقابلیت نشان داده اند و با 1 تپانچه کدام عملیات تروریستی انجام دادنی بوده اند FSB دم نمی زند. با این تروریست دستگیر کنی FSB یک جایه با وزارت کارهای داخلی روسیه توانسته همگی از 25 عملیات تروریستی پیشگیری کند. من فکر میکنم که البته هر کشور برای پیشگیری هر نوع تهدید دست به چنین کارها میزنند، اگر که این کارها صحنه سازی شده نباشند از قبل. ولی در تاجیکستان این کارها صحنه سازی شدند و من فکر میکنم که حکومت یا مقامات های تاجیک از چنین صحنه سازی ها میخواهند استفاده کنند و جامعه را در یک حالت ترس و وهم قرار بدهند تا از این حالت استفاده کنند و سیاست هایی که هست یا سیاست هایی که میخواهند آن را عملی نمایند دیگه بدون یگان مشکلات آن را انجام دهند. این چنین فکر میکنم که حکومت برای روپوش کردن ناکامی های خود در سالهای اخیر از این نوع کارها استفاده میبرد و میخواهد به جامعه پیام دهد که ما از تهدیدها پیشگیری میکنیم و در فکر امنیت شما و در فکر امنیت کشور هستیم و اگر ما نباشیم مثلا این گروه ها تبدیل میشن به مایه دردسر شما. اما شمار عملیات تروریستی که کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشگیری میکنند شاید از جمع تمام عملیات های پیشگیری شده در جهان بیشتر باشد. تنها در 6 ماه و تنها در وادی رشت از 5 عملیات تروریستی پیشگیری شده است. FSB روسیه توانسته در سال گذشته همگی 68 جنایت خاراکتری تروریستی و اکستریمیستی داشته را آشکار کند. اما طوری که وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آغاز سال سنه 14 فوریه گزارش داده بود، در سال 2018 در تاجیکستان 873 جنایت خاراکتری تروریستی و اکستریمیستی داشته
آشکار شده 298 عضو گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت شده‌اند. به کمیته دولتی امنیتی ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 2 سال اخیر کمکگر خوب پیدا کردند. این هم باشد ابو اسامه نارکی. از گزارش‌های این دو نهاد و حکم‌های دادگاه‌ها برمی آید که ابو اسامه نارکی صدها نفر را در تاجیکستان روسیه گمراه ساخته به عملیات تروریستی تشویق می‌کند. ازبکستان پس از چند سال تعطیل به مهمترین بازیگر در جنگ و صلح افغانستان تبدیل شده است. روابط مناسبات نزدیک تاشکند با طرفهای اصلی نزاع افغانستان به ویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه، حکومت افغانستان و طالبان جایگاه این کشورها در مذاکرات جاری صلح برجسته ساخته است که شاید در ماه‌های آینده شاهد نقش‌آفرینی بیشتری ازبکستان در قضیه افغانستان شویم. ازبکستان به دلایل زیاد تلاش می‌ورزد که مناقشه جاری را در افغانستان خاتمه دهد. پس از تثبیت روند مذاکرات صلح میان طالبان و نمایندگان آمریکا، ازبکستان شاهد سفرهای زیاد نمایندگان گروه‌های درگیر به ویژه آمریکا، طالبان و حکومت بوده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان 2 بار به تاشکند سفر کرده مذاکرات طولانی و مفصل با رهبریت ازبکستان داشته است. شماری از اعضای دفتر سیاسی طالبان نیز به طور مقرر به تاشکند رفته و با رهبریت ازبکستان گفتگو کرده اند. نمایندگان حکومت اشرف غنی به خصوص حمیدالله محیب مشاور امنیت ملی نیز سفرهای به ازبکستان داشته اند. ازبکستان به دلایل زیاد تلاش می‌ورزد که مناقشه جاری را در افغانستان خاتمه دهد. پس از تثبیت روند مذاکرات صلح میان طالبان و نمایندگان آمریکا، ازبکستان شاهد سفرهای زیاد نمایندگان گروه‌های درگیر به ویژه آمریکا، طالبان و حکومت بوده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان 2 بار به تاشکند سفر کرده مذاکرات طولانی و مفصل با رهبریت ازبکستان داشته است. شماری از اعضای دفتر سیاسی طالبان نیز به طور مقرر به تاشکند رفته و با رهبری ازبکستان گفتگو کرده اند. نمایندگان حکومت اشرف غنی به خصوص حمیدالله محیب مشاور امنیت ملی نیز سفرهای به ازبکستان داشته‌اند. همچنان هیئت‌هایی که روی پروژه صلح با طالبان کار می‌کنند به طور پیوسته از تاشکند دیدار کرده اند. حضور زیاد جناح‌های درگیر در ازبکستان نشان می‌دهد که تاشکند خود را به عنوان میانجیگری اصلی گفتگوها جا زده است. ازبکستان علیرغم روابط تاریخی و استراتژیکی با روسیه تلاش ورزیده که اعتماد ایالات متحده آمریکا را نیز کسب کند. روابط همزمان و تنگاتنگ تاشکند با مسکو و واشنگتن در برجسته شدن جایگاه این کشور در پروژه صلح افغانستان بی تاثیر نبوده است. ازبکستان سال گذشته میزبان نشست صلح افغانستان با حضور مقامات بیش از 70 کشور بود. سطح تجارت میان کابل و تاشکند همکنون بیشتر از 554 میلیون دلار است که 2 سال پیش سطح مناسبات اقتصادی میان دو کشور حدود 350 میلیون دلار بود. در اسفره در مرز تاجیکستان و قرقیزستان باز مشکل به وجود آمده است. سر از 15 ایون ساکنان دهه آقسای ناحیه بادکان قرقیزستان مانع ساختمان راه اسفره وارخ شده اند. ساختمان راه در این قطعه راه قطع شده است. درباره اقدام ماجراجویانه قرقیزها 2 روز قبل سخنگوی رئیس شهر اسفره خبر داده بود. این هم باشد بعد 3 روز آغاز شوی ماجرا. در همین حال رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت خبر قطع تعمیر راه در دهه خواجه علا را رد می‌کند. او امروز 19 ایون به رادیوی آزادی گفته است ساختمان راه وارخ اسفره ادامه دارد و مبلغ تعمیر آن نیز از جانب حکومت ولایت جدا شده است. اما ساکنان جماعت خواجه علای شهر اسفره میگویند در این دهه گفتگوی مقامات ولایت سوخت تاجیکستان و بادکند قرقیزستان برای بنیاد راه جریان دارد. مسئله مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان باز هم همان مسئله داغ است که سالها ادامه داشت و تا به حال راه حل خود را پیدا ننموده است و در مورد این خبری که امروز
منتشر گشت در مورد قطع شدن راه اسفره و رخ، رئیس ولایت با یک زبان تنده میگوید که ساختمان راه ادامه دارد، ولی سخنگوی رئیس ناحیه اسفره از قطع شدن این ساختمان یا که متوقف شدن این ساختمان خبر میدهد. این از آن شهادت میدهد که حکومت تاجیکستان یک حکومت فرانت خلقی است که آن با زورگویی میانی در کشور معروف شده است و فکر میکند که همون زبان زورگویی با همسایه های خودم چنین راه و روش با اونها تاثیر میرساند، در حالی که چنین نیست. مردم قرغیز یک کشوری مردم سالار است که 3 حکومت دیکتاتوری قبل و 2 حکومت قبلش را یعنی سرنگون کرد و آنچه که مردم میخواهند حکومت کشور آن را عملی میکند. برخلاف این که حکومت تاجیکستان چنین حکومتی نیست. حتی ببینید که حکومت مرکزی با رئیس ولایت یعنی هماهنگ نیست و رئیس ولایت حتی با رئیس ناحیه هماهنگ نمیکند و نمیداند که در یک ناحیه نزدیکش چی میگذرد. این از آن دلالت میکند که هر کس خودش را یعنی نماینده مخصوصی رئیس جمهور میداند رحمان و این عمل کرد منجر می شود به چی؟ به تنش‌ها و مشکلات زیاده. و البته ما خوب میدونیم که تاجیکستان در پیش رو یک چاره‌بینی سیاسی دارد که انتخابات رئیس جمهوری است و مردم قرغیز هم در این مسئله را میفهمند و کار میکنند که یعنی حکومت تاجیکستان آنچه که اونها میخواهد چنین عمل بکنند و حکومت تاجیکستان در این حالت نمیخواهد کاری کند که با ایمیج سیاسی خودش یعنی لطمه وارد کند و گویا مسئله را یک مسئله عادی میداند، در حالی که مسئله عادی نیست و راه حل این مسئله هم با این ماهای نزدیک حل خودش پیدا نمیکند و با فکر من این ادامه پیدا میکند تا پس از انتخابات سال 2020. طبق گفته ساکنان دهه‌های واروخ و چارکو، تمام قطعه‌های بحثی امروزه در اسفره و حتی چند دهه قرغزنشین قبلا به تاجیکستان تعلق داشتند، اما گذشت‌های پی در پی مقامات تاجیکستان باعث شده است امروز قرغزها به واروخ و سرگه آبها دعوا کنند. اینجا با شما خیر خوش میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام نقطه.net پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد ملاحظه های شما هستیم. هر خبر و رویداد و قانونشکنی را مشاهده کردید، اگر به این باورید که کسی دلگرده نشر کردن معلومات شما را ندارد، به ما فرستید. حتما نشر بازتاب خواهیم کرد. سلامت و پیروز باشید. خیر تا روز دیگر.